استاد یک سوال دیگه یک برادر دینا سوال کرد که 32,000 سومان 2 سال در دست یک برادر قرض داده بودم لیکن از زکات با خبر نبود. آیا میتواند که حاضی همو 2 ساله زکات را دهد؟ 32,000 رو برگردانید. 32,000 را برگردونده دادنش بعد 2 سال پول در دست مردم قرض بود. خیلی یک بار زکات میتید. اگر 2 سال باشد 2 بار تیدم هیچ گپی ندارد. لیکن اون 32,000 خودش به زکات واجب نیست. این مالهای در اینجا بودگیش به اگر همراه کند بعد زکات واجب میشد. یعنی اگر به نسبت گاو گوسفند هم حساب می شود اگر در خانه گاو گوسفند هم داشته باشد؟ اگر گاو و گوسفندش مثلا گاوش برای اینکه شیرش جوشته میخورند، گوسفندش برای اونکه فربه شود کشته میخورن یا قربانی میکنن باشد زکات نیست. اگر اون گاو و گوسفند ما دین زکات گاو زکات گوسفند علاوه‌دگی در مسئله تیوی فرومات در پخش مستقیمی پیشینه ها گفتیم اگر اون گوسفنداش مثلا در چراگاه در کوهسار و در صحراهای و عدیرها میچریده باشد بی پول، یعنی که زیاده از 6 ماه از علفی بی پول میخورده باشد در این حالت زکات میدهد از خود گوسفند. اما در اون 5-6 گوسفندایی که در خانه دارد و پایده فربه کرده چی میکند کشته میخورد از اونها زکات نیست. 20 تا گوسفند دارد، 2 تا 3 تا گاو دارد، 32,000 سومان 2 سال در دست یک برادر قرض بود. امیره گفت که زنگ زده پرس همین برادر جوابش گوید اگر که فرض باشد در کلمه 2 ساله زکات رو دیام. 20 گوسفند باشد و اون گوسفندا رو مثلا عادتش این خیل که کدامش که فربه پخته رسید میفروشد یا کشته میفروشد و به جایش رفته 2 تا گوسفندی مایدچه خریده میبیاد. مثلا این تجارتش است همین خیل دوام کند عیناً همین خیل او 1 سال به عبار مبلغش حساب میکند. یعنی این گوسفندایی که برای فروش است کو این گوسفندایی که هست اینا همش برای فروش باشند اینا حساب میکنند. اینا عروض تجارت هستند، مالهایی که به تجارت پیشنهاد کرده میشد، مالهایی که به نیت تجارت گرفتگی است یعنی برای فروبانیتی فروش. همین گوسفندای پولش حساب میکند این چونین قرض برای این زم میکند و بعد یک بار 2.5 فایزش میبره. ببینید اگر خودی چاروا باشد از 40 گوسفند 1 گوسفند زکات میتید. لیکن به مال حساب کنیم یعنی از 100 فایز 2.5 فایزش میبره.